مقامات تاجیکستان میگویند کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان تا سال 2018 باید کاملا دیگر شود. حالا یک گروه کاری کودکس جنایتی تاجیکستان را مورد آموزش قرار داده است و به خاطر گومانیزاسیا و یا بشردوستانه کردن کودکس جنایتی باید آن را دیگر کنند. در نشست مطبوعاتی دادستانی کلی تاجیکستان به این نقطه مخصوص قید شد و گفته شد کمیسیای کاری در رابطه با سبکتر کردن بعضی جزاهایی که در ماده های کودکس جنایتی تاجیکستان آماده شده است کار میکنند. گروه کاری اویدی تهیه لایحه نوی کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شده است و این گروه امروز عمل کرده ایستاده است. در گروه نماینده‌های مقامات پروکراتورا، مقامات سودی، وزارت عدلیه، دیگر مقامات تا استادان فاکولته حقوق‌شناسی دانشگاه ملی جمهوری تاجیکستان شامل هستند. دادستانی کلی تاجیکستان مبلغ‌هایی که از خارج کشور به تاجیکستان وارد می‌شوند مورد تفتیش قرار داده 27 حالت وارد شدن مبلغ‌های شبهه‌آور به تاجیکستان از خارج کشور را نیز ثبت کرده است. در نشست مطبوعاتی گفته شد از جمله یک حالتی که به خاطر راه اندازی عمل تروریستی مبلغ ارسال شده است نیز کشف شده است. در نشست مطبوعاتی گفته شد شماره جنگیان تاجیک در سوریه و عراق از این به بعد گفته نمی شود، اما مخصوص تاکید کردند که شماره آن افرادی که به سوریه و عراق به گروه های تندرو رفته می پیوندند به مراتب کم شده است. شامل شدن شهروندان تاجیکستان با گروه های فراملی تروریستی و مانند گروه تروریستی بین‌المللی با نام دولت اسلامی 3-4 مرتبه کاهش یافته است و این به فکرم باعث قناعتمندی می باشد. مسئولین دادستانی کلی تاجیکستان در نشست مطبوعاتی امروز ذکر کردند که پرونده نسبت به فرامرز سعیدوف پسر معاون نخست وزیر قطع شده است. یادآور می‌شویم که در نتیجه یک صدمه با اشتراک فرامرز سعیدوف پسر معاون نخست وزیر تاجیکستان در تیرماه سال گذشته 2 نفر هلاک شده و خود فرامرز سعیدوف جراحت برداشته شده بودند. حالا مسئولان دادستانی تاجیکستان میگویند این پرونده بنابر نقص تکنیکی در آن ماشینی که پسر معاون نخست وزیر تاجیکستان سوار بود رخ داده است. این زمان ما اساسناکی قرار قبول گردیده را اساسناکی و قانونی بودن آن را دیده می‌بریم و موقع خود را قانونی بودن آن را اما کارشناسان میگویند در بسیار حالت پرونده پسر منصبداران یا نزدیکان منصبداران با چنین دلیل ها قطع می شود و قطع شدن پرونده های فرزندان منصبداران یک نوع ناامیدی در قلب ساکنان تاجیکستان را بیدار میکنند و این اندیشه را که قانون تنها برای کمبغل است بیشتر تقویت میدهد.